میگن بدشانس‌ترین تیم جام جهانی وجود ندارد. پس اینو ببین و خودت بگو. هیچی، من چی میتونم بگم؟ من نمیدونم چرا بدشانسی. یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 5 بار. نمیدونم مردم با چه گناهی کردن. نمیدونم، فقط امیدوارم که صعود کنیم، حالشون خوب بشه. مردم ما حقش خیلی بیشتر از این حرفا، خیلی. ما جون کندیم، اصلا مهم نبوده امروز بمیریم، هر اتفاقی فقط دلمون خواست مردممون شاد بشن. نزدیک 3 ماه داریم میجنگیم بدون یک توقعی، هیچ چیزی از هیچ کسی ما بازیکن‌ها نخواستیم. این بازیکن‌ها تک تکشون خیلی با شرفن، فقط به عشق مردم اینجوری تلاش کردن دویدن که دلشون نمیدونم چرا نمیشه. فقط امیدوارم که صعود کنیم، فقط امیدوارم که حق ما خیلی بابا فوتبال به این خوبی بازی کردیم، نمیدونم چرا. مردم ایران ما خیلی دوستتون داریم، ببخشید. فقط میتونم بگم ببخشید. همه بچه‌ها شرمنده ایم. ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم ولی نمیدونم چمونه. امیدوارم شما که لایق بهترین هستید تو این دنیا، امیدوارم به حقتون برسیم و امیدوارم که ما صعود کنیم، بتونیم ضربه دلتون رو شاد کنیم. خیلی خیلی مخلصیم.